در یک دهکده پنهان میان جنگل ها پسری به دنیا اومد که نفرین شده بود. هیچ کس دوستش نداشت. هیچ کس حتی بهش نگاه نمی کرد، چون درون بدن اون یه هیولای افسانه‌ای زندانی شده بود. اسمش ناروتو بود. یه پسر تنها، شلوغ و بیارزش توی چشم همه، ولی یه آرزو داشت. نه، یه هدف. میخواست رهبر دهکده بشه. نه برای قدرت، برای این که کسی بالاخره بهش بگه ما به حت افتخار میکنیم. در دنیایی پر از جنگ، مرگ، خیانت و رنج، ناروتو انتخاب کرد که تسلیم نشه. قدم به مشت به در برابر تقدیری ایستاد که از روز تولدش علیهش نوشته شده بود. اون از یه طرد شده تبدیل شد به قهرمانی که حتی خدایان نینجاها هم جلوی ارادش زانو زدن. این فقط داستان یه نینجا نیست. این داستان یه پسریه که یادمون میده حتی اگه تمام دنیا برات دست کن نده غیره، میتونی کاری کنی که یه روز غیر دنیا با فریاد بگه ناروتو.